سلام. سلام. ای تو خمور شدم. وای الان ویدیو فان میشه. مرسام اینجا شماله. سلام. ماشین تمیز. سلام. قب شاید چی داد نمیزنم نمیدونم. خوراکی بر ندار. حالم بده. چی شده خانوم؟ حالم بده. همیشه بده. زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ماست. توی آمبولانس که قال دیگه ای داره دانس. این بره بالان باز. وای بالاخره مثل توی راهی بایدم میتونم اینجا قشنگه. اینجا بعد از کلی ترافیک چون ماشینا نگه داشته بودن و از جاده قدیم اومدیم و الان وسط راهی واقعا بعد از خواب خیلی سفر حال می‌کردیم. الان خیلی اعصابم راحته چون دیگه ترافیک نیستیم. از جاده قدیم اومدیم و الان وسط راهی. شما کوه و تپه‌ها رو ببین، آسمون رو ببین. اینجا ما رو دوباره نگه داشتن چون مثلا تعطیلیه مثلا محرم بود گفتن نباید برید مسافرت. من و ددیم سلام. پیاده شدیم ماشین رو فقط مثلا مامان و خواهرم تو ماشین بودن. هی میگم موقعا جلوم نبام که من دیوانه بشن. هر موقع تو حواس هی من سندت میکشن. یه سوگند راسترین ویدیو یوتیوب از تهران تا شمال که یعنی که چالوس پیاده. بد اخلاق چرا چشمات خاصه. این خیامونه مکسیز خانه الان 5 ساعته داریم پیاده میاییم. وای اوبرک جنگ بودرک بترسی باشی تو باشی ما من نمیبینیم. نظرم من ماشین رو پارک میکردیم باید میشه پشه جدید نیست. وای زنه اینقدر بد میمکن چی نیست مردم خواب فقط ما این که دارم میکنیم پایین. یکی زد فیلیپ دارم واقعا کارشون راحته. کی میاد ازت عکس بگیره دیگه الان هیچی هست واقعا نمیدونم. البته که زیبایی من توی عکس واقعا نشون داده نمیشه. هی میگم موقعا بعد از کلی خواب پوشیدیم زیر آفتاب بود. آره تو جالب امشه رو صورتی میکردن ولی هم ساعت 11 من رسیدیم. آمادی مکبر شده باران خوب نداشت. باران خوب نداشت. ما ویدیو بگیریم بعد آهنگ بذاریم فیلم باشه دنیا رو جمع کن بریم دریا کنار دریا قشنگ. غذامون رسیدیم از رخ غذایی من البته قاشق من دارم. Sprite is best. شعبه اصلی خیلی خونه نکنید یکی از این روغن غذا بگید غذا من قاشق پلاستیکی قاشق پلاستیکی بهتره. نه بابا بیا غذا اون خواهم کنیم بخوریم. اون مرده که قشق کرد اومدیم دریا 24 ساعتی میشه الان غروبه اینجا تابوت کردن. وی آمو و الان
بعد از 4 ساعت دریا واقعا یه آتیش میچسته ولی ما الان آتیش نداریم. سریع چرا من موجه دارم؟ موجه هم زیاده. میکروفون گوشیم خیلی خوبه واقعا. من خیلی آروم صحبت میکنم ولی این خیلی گوش میگیره. دلیل آروم صحبت کنم همین. ای بابا پاهم گلی شد. یوتیوب لطفا پاک نکن. یوتیوب لطفا پاک نکن. این ویدیو کپی رایت نداره. این ویدیو کپی رایت نداره. یوتیوب لطفا پاک نکن. این ویدیو کپی رایت نداره. یوتیوب لطفا پاک نکن. به خدا این ویدیو کپی رایت نداره. یوتیوب لطفا پاک نکن. به خدا این اصلا کپی رایت نداره. YouTube, please don't delete this video. This is not copyright. نه من اول را برم. الان ساعت 11 صبح. دیروز بعد درگیر انقدر خسته بودم فقط رفتم خوابیدم. الان بیدار شدم. این ساعت 8 خوابیدم الان ساعت 11 بیدار شدم. خیلی خستم ولی خوشحالم. باید بریم یه جا آب جوش بگیریم. تو آب جوش نداریم چون میخوام کافی درست کنم. اینکه چون گوشی جایی خریدم دیگه جک سمونی ندارم. خیلی ناراحتم. وایسا سلام. 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 ایش بگو ویدیو فان شه. بگو ویدیو فان شه. چون آب بخوری دوربین میاد. داخل دوربین نیست. برسان الان تو گرما چی میچسبه؟ نمیدونم. خب 10 بار تمرین کردیم. ما بگی چایی. چای. آره؟ آره. من تو رو آره میگم نه. بریم دریا بچه‌ها. ها؟ آره. آره؟ آره. اه. من دارم دریا. میارم. حق گرفتی بگو. گرفتم. از داشتمی گرفتی واسه من بیشترشو خوردم.
آقا ما نهار رو زدیم ناخوان املت بود و الان داره یه بارون تیزی میاد برای تک تکتون این اصلا آرزو میکنم. الان که دارم این ویدیو رو ادیت میکنم اینکه من اون روز ماهی خوردم و ماهی دودی بود خیلی هم چسبید. الان نمیدونم چرا گفتم املت در حالی که املت دیشبش خوردم اون مثلا قاطی کردم. صبحش که اکتر جوره بود بعدش شبش املت بود. اون روزم که این ویدیو گرفتم در واقع ماهی بود. نمیدونم چرا گفتم املت خیلی داره باید بری شما املت بزنی جزیه بعده به ماهی میگم املت. ماهی های اینجا خیلی خوب بچه ها بیایید بایستو اینجا جنگلایی 2013 نواها گرفته. برای که اینجا یه پرورش بایی داره که واقعا بالیاش خوبه برای مثلا سوشی چون سلمون داره. وای چرا نواها گرفته وای منظره رو نها کن. شیر شد جنگلایی 2013 اومدیم و الان خودمون کافه سایدیم فقط 70 کیلومتر بوده به کافه سایدیم. من میخوام برم فرک کورسان سفارش بدم با یه چیپسی برم بخواه یه پوفیلایی برم بخواه مردم از گشنگی. الان خریدی آزادی اسمشون هم چیزی هم این داره یه پوفیلایی بخواه یه چیپسی بخواه مردم از گشنگی. ویدیو فان میشه. ما الان ساعت 10:30 و یه بلوش ما 4 ساعت ماشین بودیم. الان هنوزم توی مهنی یعنی من اینجا یه بکی ندارم و توی استادیو نیستم ولی خب خیلی قشنگه. یه بک مشکل براتون در میاد مخصوصا اینجا که بکش واقعا خوشگله خیلی خوشگله. خیلی گرسنه‌ام. بعد من کلا همه که دارم ادیت میکنم واقعا ایده خوبی نگرفتم. اصلا اونجایی که رسیدیم اصلا خوردی نگرفتم برام مزه‌دار گرفتم ولی براتون تعریف کنم. ولی از اون 3 تا ماهی که گرفتیم 2 تاش هست برای شوسی میخوام سوشی که خیلی مشکله با سالمون قرمزه بدون سکونه میخوام با شوسی بذاریم رول کنیم. ارسانون خسته تر از خسته هست. ماهی داریم ماهی کبایی کنم ماهی سرخ شده نداره
همون رسید 2 تا آش یه دونه با تو یه دونه من که مرسنمه پایان کار واقعا خوشمزه بود شارژ گوشیم تمام شد مرسی که تا آخر دیدید